بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر عزیز بارک الله فیک. این صدایی که شما ارسال کردید از گفتید که صدای وارث منیب است. من گوش کردم 3-4 دقیقه است. البته که از اول تا به آخر جهل است، جهالت است، بی‌منهجی است و البته که زنده کردنی همون مذهب جهم ابن صفوان است. حدیث های ضعیف را حجت میگیرد به مانند حدیث سنان ابن ابی سنانی که حدیث ذات انوات است. حدیث ذات انوات به یک چند علت ضعیف است و معروف ترینش سند ضعیف است، سنان ابن ابی سنان است. حدیث دوم را حجت میگیرد در حالتی که شیخ الاسلام ابن تیمیه 27 مراتبه در کتابشون ذکر کرده و همیشه در مسائل جزئی ذکر کرده، نه در مسائل اصول دین. حدیث مردی که خودش رو برای فرزنداش نصیحت کرد که مرا بعد از مرگم بسوزانید و الله او را بخشید و این به مسائل جزئیات ربط دارد، نه به مسائل کل. یعنی نه این که او تمام قدرت الله را انکار کرد، بلکه مسئله جزئیات بود و حتی قسم اصلا گفتن اصلا این نه جزئیات رو نه کلیات رو، بلکه او از شدت ترس این سخن را گفت، چگونه که حدیث صحیح دیگر از صحیح بخاری در صحیح مسلم است که مرد از شدت سخت خرسندی اللهم انت عبدی و انا رب گفت، سبقت اللسان شد و این هم از شدت سخت ترس همچنین سخنی رو گفت. و اما بعد از این فیک امر جاهلیه گفتند، یک قصه رو میارد، حدیث رو که پیامبر یک صحابه رو یک امر جاهلیتش رو دیدن، گفتن که فیک امر جاهلیه، نگفتن که تو مشرک کفر. این یک جهالت است، این جاهل ماندن از باب عقیده است و این تعلیم نگرفتن در نزد علمای اهل سنت است. این خودآموزی نتیجه شنمین است. ما کایها گفته بودیم که وارث منیب این یک مذبذب است، لیکن الحمدلله که الله سبحانه و تعالی این منافقین را عقیده جهمیگی و خباستشون را واضح میکند و جهالتشون را واضح میکند. چرا این چنین گمراه است؟ برای که منهج ندارد. چرا گمراه است؟ برای که در نزد علمای اهل سنت ننشسته است. چرا گمراه است؟ برای که متکبر است. چرا گمراه است؟ برای که از پیش خودش قرآن و سنت رو میفهمد، نه در نزد علما، نه در نزد یک منهجی اهل سنت و جماعت ننشسته، زانو زده تعلیم نگرفته است. نتیجه نمین است، نتیجه نمین است که اینو مذبذبین عاقبتشون ببینید مذهب جهمی ها را پیش میبرد. مسئله غیر اصول را به اصول انا همچنین آمیخته میکرد. اما فی که امر جاهلیه. محمد ابن عبدالوهاب مسائل الجاهلیه گفتنی یک کتابی دارند. مسائل الجاهلیه یکمینش از شرک شروع میشد. یعنی فیک امر جاهلیه وقتی که میگوید در تو یک امر جاهلیت است، معناش این نیست که این تکفیر کرده میشود یا نمیشود. این مسئله دو چیز رو میفهمد. یکم بعض عملهای هست که از جاهلیت مونده هست اما به درجه تکفیر نرسیده است، فیک امر جاهلیه. و بعض امرهایی که از جاهلیت است لیکن کفر اکبر شرک اکبر است. یعنی همه عملهایی که در جاهلیت بود اونها همیش تکفیر نمی شود. گفتن این یک جهل دیگری، نه حتی کفر است، بلکه مطلقاً عملهای اون قریش را که در حالت کفری و شرک انجام دادن جاهلیت گفته میشد و اصل جاهلیت این کفر است و شرک است. بارک الله فیکم. اما جاهلیت گفتن معناش اینه که جهل زور گفتن است. این یک ببینید در یک موضوع از 5-6 جانب جهالتش به وجود میاد. برای ما برادران و خواهران اهل توحید را نصیحت میکنیم که از این عازری و از این کسی که بازی میکند به اعتقاد شما، منافقت میکند، یک بار این طرف یک بار اون طرف اینجوری بازی میکند لیکن بالاخره عقیدش رو واضح کرده است، دور باشید. اینا گمراه هستند، گمراه میکنند. عاقبت تعلیم نگرفتن در نزد اهل سنت و جماعت قبول نکردن منهج همین است. بارک الله فیکم.